امیدوارم که عید سعید قربان به شما مبارک باشه و خیلی خوشحال هستم که تونستم یه چند لحظه با شما صحبت بکنم. در هر صورت خوشحالم، امیدوارم که این برنامه بتونه روز به روز موفق تر باشه. همین، متشکرم. سربراه آقا ببخشید به من وگوام وگوی وگوا وگوام وگوی وگوا وگویم وگواند ووی گولانزج وگوام وگوی وای چی؟ ووی گولانزج. چرا میزنی؟ زهر مار خنده داره. وای گولانزج. زن بخوای یا نه؟ اگر سهر نازه و خواهی باید برره ایاد بگیری. اگه نخوام چی؟ چه گفتی؟ خواهر منه نه بخوای؟ نه میدونم، یعنی میگم یاد گرفتم دیگه، اینا جزوه من میبرم بعدم. زکش بشین. زبان برره عقب پیچیده است و اینقدر ظرافت داره که 100 سالم طول میکشه. الا در دانشگاه های بزرگ دنیا این زبان تدریس میشه. هنوز محققان دارن روی زبان از خودشان تحقیق در بکنن. راست میگی؟ نه خیر. حالا درس ادامه بدیم. بله. حالا میریم سر افعال معکوس. افعال معکوس؟ یه افعال فقط و فقط تخصص زبان برره ای بید و بس. اینا افعالی بیده بیدن که معنیشان دقیقاً برعکس خودشان بید. چه جالب، تا حالا نشنیده بودم. نشنیده بودم نه نشنیده بیدم. نشنیده بیدم. بله. خب حالا افعال معکوس. مثلا وگوییم تشریف داشته بیدید. خب این چیشیش معکوسه الان. فکر کن توی در یک مهمانی هستی. شب موقع رفتن صاحب خانه وگوه حالا تشریف داشته بیدید. این معنیش اینه که یعنی برو زودتر گورت از ایجا گم وکن. چه جالب. خیلی یا جالب. مثلا بفرمایی تو دم در بد بید. یا مثلا چایی در خدمتتون باشیم. یا چایی خود همه مهمان منن. مثلا ای. خب. یا مثلا خیلی ممنون من دیگه میل نداشته بیدم. اینا همه افعال معکوس بود. یا مثلا سحر ناز به تو وگوه که من از تو بدم و یاد. این معنیش اینه که یعنی خیلی تو را دوست داشته بیدم. چه جالب. آخه آدم دقیقاً باید کجا بفهمه که اون طرف داره افعال معکوس به کار میبره یا دقیقاً منظورش همونیه که داره اون میگه؟ ظرافت زبان برره ای ایجا معلوم بشد. اینه که شیوه ادای هر کلمه معنی او کلمه را مشخص بکنه. مثلا من وگویم تشریف داشته بیدید. ای معکوس نبید، درسته؟ ولی حالا مسئله اینه گوش کن. تشریف داشته بیدید. ای معکوس بید. متوجه شدی چه وگویم؟ بله. حالا میتونی بری. حالا میتونم برم. خیلی ممنون. چرا میزنی؟ ای از او افعال معکوس بید. این معنیش که گفتم میتونی وری یعنی که 4 ساعت دیگه درسمان مانده. وشین خفه. دوباره وگویم وگوی بمیرم انشالله. وگوییم وگوید ووی گولنزج. اینو نه این نی.
با سلام. فرارسیدن عید سعید قربان رو به تمامی هموطنان عزیزم تبریک میگم. به خصوص بینندگان شبکه 3 سیما. همیشه شاد و خرم و خندان باشید. از این لحظه تو اسمت شیرکیانوش برره بید. مدتی از برره رفته بودی جای دیگه درس و خواندی برگشتی. بله. آمدی که با سحرناز ازدواج که کنی. نه که یه بار دیگه بهش بگو. من تقصیر من خندم میگیره. نه بریم. و گوهم شاید یه کسی پیدا بشه که سرناز خانم اونو بیشتر از چایانوس دوست داشته باشه. از ساعت سلام، عید قربان رو به همه تبریک میگم. موفق باش. خواستگارا دفعه اول که میاد خواستگاری سیر وزنن. این کارم 3 دلیل داشته بید. 1 ای که خواستگار و فهمد که ما دختر از سر راه نیاوردیم که فرتی بدیمش ورد. 2 ای که میزان غیرت ما دست خواستگار ویاد. 3 ای که خواستگار بفهمد ما دختر از سر راه نیاوردیم و میزان غیرت ما دستش ویاد. خب ببینم من یه چیزی این 3 رو که گفتی ترکیب 1 و 2 بود ها. آقا الان متوجه شدم این عید سعید قربان تبریک میگم و امیدوارم که شاد و موفق و پیروز باشید. همین موفق باشید. موهای من تو خواستگار زنون 2 همچی با کله وزد وسط بینی دماغم، وسط دماغ بوا. حالا جانم این کارا چیه؟ آقا فرمیدین گور و گور بشن اگه غذای تهرونی بخورن لپشون رنگ ببر. منم عید سعید قربان رو به همه هموطنای عزیزم تبریک میگم.
منم که همینو گفتم که. این فرق فکوله. چه فرقی فکوله؟ فرق فکوله. چه فرقی بکنی؟ ببخشید یه لحظه، منم که همینو گفتم که. این فرق فکوله. چه فرقی فکوله؟ این فرق فکوله. نمیفهمم چه فرقی فکوله؟ زیاد تو مسئله فکوله داری میای. نیمرو خیلی نزدیک. یه بار دیگه. همه اینا رو میندازی تو بند، یک تلفن هم میزنی به تهران. تا فردا صبح حکم اعدام همه شما کت کلا رو میگیرم. تو حوزه احتفاظی من الا غیرتک بازی در میارین. حکم اعدام همه تونه میگیرم. سنجوخه قربان، همه اینا رو میندازی تو بند، یک تلفن هم میزنی تهران. تا فردا صبح حکم اعدام تک تک شما رو میگیرم. تو حوزه استفاضی من الا غیرتک بازی در میاری شما پتا. چقدر دروغ میگه این؟ چرا اینقدر دروغ میگه این؟ از سایت بریم. بگه تو نگفتی که برین به خودتون لطمه نزنیش. چرا دروغ میگی؟ بگه خودت نگفتی به شما لطمه نزنید برید شهر آتش بزنید. سلام عرض میکنم خدمت مردم خوب و عزیز. امیدوارم هر جا که هستین لبتون خندون، دلتون شاد باشه. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. عید سعید قربان بر همه شما مبارک. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم. منم عید قربان رو به همه شما تبریک میگم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه هموطنانم در همه جای دنیا دارم. تقرل راز. تو به من نگاه کن. این فرق نمیکنه الان. من چه رفت؟ بده من بده بش اوورا آیا منم باید پول بدم؟ بریم. تو همچنین نگاه کن، من یکی دیگه میزنم باز نگاه کنم همونجا قطع نکن. 3 2 اینم نفهمید اون موقع چی گفت. نگاه که این برابر آها. بریم. بریم 3. الان بسته ماست، شما برید. برید. شما نیستید، برید. در این ورجکیدن اسبتون اوریب حرکت کرد. مگه اسب اوریب حرکت میکنه؟ او اسب شهریه که اوریب حرکت نوکنه. اسب اگه درست تربیت وکنی هم اوریب حرکت وکنه، هم یورت ممره، هم چارنل ورد، هم جفتک بندازه. خیلی دیگه نه. آره من خنگم. به مصده اوقاتون شما بفرمایید بازیتون رو ادامه بدیم. ببخشید. سوال دیگه نداری؟ نه دیگه. راجب سرباز چیزی نبخواه. چرا؟ دیگه. خب ببخشید اون وقت سرباز هم عقبی حرکت میکنه، 4 خونه میاد عقب دیگه ها. سرباز وقتی قیافه‌شو نگاه کن. ببخشید یه سوال دیگه من داشتم. سرباز 4
از او ورم ورو، از او ورم ورو او ور. بسیار خوب. یه جا نمانی. نظرتون راجع به بازی چیه حالا؟ خدمتتون عرض کنم که تیم ما یه بازیکن فوق‌العاده یعنی ستاره‌ای داشته بله. که کمیته مسابقات به علت حالا نودونم کهنسالی و پیری اینو نوازاشتن بازی وکنم. بله. اگر من 2 تا بازیکن یعنی زیر 18 سال داشته بیدم و گذاشتم تو داروید. تو داره. ورو او ورو. خیلی حیف شد، واقعا حیف شد. بله. سشات شبک. ورو ورو سشات. همیشه یه سشات برو. خب به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همیهنان عزیز. عید سعید قربان رو به همه همیهنان تبریک عرض می‌کنم. اون موقع من آماده نبیدم، اونم یه دفعه حمله و که من غافلگیر و شدم، اما این دفعه و یاد حالشو من وگیرم. بچو برم. دیگه داری کفر من بالا میاری ها؟ منتظرت بیدیم شیر فرهاد. او ببخشید موش فرهاد. ولی ورو دیگه ورو. خیلی نامرد بیدی. شیر فرهاد تموم شد. چوبتو انداز. چوبتو. به نام خدا عید سعید قربان رو به مسلمین جهان تبریک عرض میکنم، خصوصا هموطنان عزیزم، و امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید. و از اونهایی که الان در کعبه هستن التماس دعا دارم، هم برای خودم و هم برای گروه برره. تو خجالت از اون سبیلت نمیکشی؟ نکبت بازنجو. بله. تو خجالت از اون سبیلات نمیکشی؟ نکبت بازنجون دیلما. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم و این عید قربان رو به همه مسلمین جهان به خصوص مسلمانان عزیز کشورم تبریک عرض میکنم. به من نگاه کن. این چیه؟ به من نگاه کن. به اینا نگاه. من که بگوام به جای این چرت پرتا. من که بگوام به جای این چرت پرتا بریم دوم. خدا کاری نمیکنه آقای مدیر. آخه نمیتونم اون برای نگاه نکنم. من که بگوام به جای این چرت فلا. عید سعید قربان رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
آرزوی سلامتی و موفقیت برای تک تک شما عزیزان دارم. به چپ چپ، به راست راست، به چپ چپ، به راست راست. یعنی خاک بر سر کتکله و کتپرت همه شما بکنن. کسی که دست چپ و راست خودش نفهمه به درد لای جرز دیوار میخوره. خواهیان پاسه، این دست چپه، این دست راسته، این دیگه آموزش داره. اینجوری نمیشه. یک کمی که شما را الان بنده تنبیه بکنم دستتون میاد که دست چپ کدومه، دست راست کدومه. بشین پاشو، بشین. بفرمایید. تو برای چی؟ وایسا بشو. 3 2 1. تو مگه مال 3 2 تو مگه مال بخشداری بیدی؟ برای چی آمدی بخشداری؟ اصلا عشقم نکشید من اومدم. تو برای چی آمدی به بخشداری؟ تو ربطی نداره. مگه کار بخشداری به تو مربوطه؟ تو برای چی میای بخشداری؟ آخه خب بابا جون مادرتون بیخیال چین آخه بابا. دارم صحبت بکنم. تو برای چی میای بخشداری؟ اصلا بدونی چی ایشو همه من این رئیس بخشداری میده. بوهای منم بخشدارم. بوهای اگر شوهرم میده بابا بذارید منو خاک بر سرت این وسط بلند شه. من غلطی میخوایم بکنی. تو از این وسط باشی میزنم نه میکنم. تو از اینجا پاش اصلا میخوام نشونش بدم که چی کارش بکنم. شوهرم میگه تو بخشدار بده. منم بخش. ها گفت نفر من از طرف خودم خانواده سردارخان عید قربان رو خدمت همه مسلمین جهان تبریک عرض میکنم، مخصوصا از طرف اهالی بالابرره. امیدوارم که سالهای سال خوب و خوش باشین و ما بتونیم که لبخند رو به گوشه لبهاتون بیاریم. به امید خدا. فرا جون ببین این حرکات موضوع اصلا تو خون من نیستش. یه کار دیگه به من محول کنی؟ تو که باز دست از پا درازتر برگشتی چته؟ یه تک بود بمیری. سلاح منو بده. شمشیر برا من بکشی. شمشیر بکشی. ایا بگیر. ایا. ای چیه کلاغه چیه ایجا؟ کجا کلاغه؟ ایا. ایا و مرد. نه نبمیر نبمیر. وزن هر وزن. از همین نوامیر ولی جان. بگم. عید سعید قربان رو به تمامی شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم هر جا هستین سالم و موفق و پیروز باشین. بشمون. بریم 2 شروع شد دوباره. بریم بخش. 1. یه دیروزی هستم. با تعجب کنم. منم عید سید قربان رو به تمام مسلمانان جهان تبریک میگم. آیا آمپول بهم داد، آمپول رو زدم شب خوابیدم، صبح بلند شدم دیدم این شکلی شدم. یه آمپولی که رفتم ای در مغازه پروتتینا
گفتم یه آمپول به من بده. من از من ها ای الان من ها من خدایا نمیرسه. من این کارو میکنم. منم آمپول زدم، از اینجا بزنم بیرون، از اینجا زدم. من دق بکنم به جون تو. چی کار بکنیم؟ چیکار کنیم؟ گرفتار بشدیم. نگاه تو شفور. ساید نمیرسیم، به خدا نمیرسیم. بچه اینجا رو خلوت کنید. سلام عرض میکنم. من هم عید قربان رو تبریک میگم. امیدوارم که همیشه خوب باشید.